دوستان یه جایی رو پیدا کردیم که قطعات پلاستیکی در تعداد محدود حتی یه دونه برای شما تولید میکنن و با این تنوع و پیچیدگی هم کارو میتونن انجام بدن. با من همراه باشید ادامه کلیپ رو. امروز آوردم تو شرکت کالیپتا، یک کسب و کار جذاب که توسط یه نخبه فارغ التحصیل دانشگاه شریف مهندس پویا تورکش راه اندازی شده. از این چرا خطر شروع کنیم که هم کیفیت و هم شفافیت بالا داره، با نمونه اصلی خودش مو نمیزنه. جالبتر از همه که هیچ محدودیتی در اجرای قطعات وجود نداره و تقریبا هر متریالی رو میتونم عین خودش کپی کنم. تو هر رسته‌ای هم میتونم برای شما کار انجام بدن، از قطعات خودرو تا قطعات پزشکی، حتی قطعات لاستیکی هم میتونن اجرا کنن. این روش توسط قالب‌های سیلیکونی انجام میشه و با دقت بسیار بالایی هم میتونه به شما خروجی بده. بعد از اینکه عملیات قالب گیری از قطعه اصلی انجام میشه، مواد رو داخل قالب میریزن و نتیجه میشه این قطعه که با اصلی خودش مو نمیزنه. به جهت اینکه قالب سیلیکونی و فشار گیری نداریم، ما مقداری پلیسه و راه هوا داریم که پس از پرداخت قطعمون این شکلی میشه. واسه هر رنگی هم که دوست داشته باشین براتون قابل اجراست. شرکت کالیپتا تنها شرکتیه که در این زمینه با این مواد خاص داره کار میکنه و هر نوع قطعه با هر پیچیدگی که شما داشته باشید میتونه براتون انجام بده. میتونه جایگزین مناسبی برای پرینت سه‌بعدی باشه. پایه اصلی همه این مواد پلیورتون هست. به طور مثال این قطعه از PR 2000 تشکیل شده. خاصیت ABS رو از خودش بروز میده، تا 101 درجه حرارت تحمل میکنه. قطعات پزشکی هم معمولا ازش میسازن. این قطعه هم مشابه ABS که PR 752 نام داره. در کل دستشون برای تولید هر قطعه‌ای باز از یکی تا چند هزار تا. حتما به اینجا سر بزنید، اطلاعات تکمیلی داخل کپشن هست.